کاش میشد عطر و بوی این بهار نارنج هم براتون به اشتراک بذارم. این شکوفه های قشنگ بهار نارنج تو این فصل معمولاً توی کوچه و خیابونا که میریم بوش به مشاممون میرسه. حالا میخوام بگم چه خاصیتایی داره. به شدت آرامش بخشه برای کسایی که مشکلات استرس، اضطراب، بیخوابی و کمخوابی دارن توصیه میشه. کسایی که مشکلات معده و مشکلات گوارشی دارن میتونن ازش استفاده بکنن. برای پوست خیلی خوبه، خانوما حواسشون باشه به خاطر ویتامین C زیادی که داره، مثل تونر عمل میکنه. کسایی که مشکلات و بیماری‌های رحم دارن هم میتونن ازش استفاده بکنن. هم میتونید برگاشو دم بکنید، به شکل دمنوش استفاده کنید. عرق بهار نارنج تو بازار موجوده. عسل بهار نارنج هم داریم. واقعا عسل خوشمزه‌ای. قدیما هم اگه یادتون باشه مام بزرگامون با اینا مربا درست میکردن و میتونم بگم مرباش انگار بوی بهشت میداد.